زکات فطر. چگونه تو باید روزه خود را از کمبودی و ناقصات پاک کنی؟ چگونه به قلب فقیران و مسکینان خرسندی را داخل کنی تا در روز عید به مثل تو آنها نیز خرسند باشند؟ این حالت را کمی تفکر بکن. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات فطر را فرض گرداندند و آن برای روزه‌داران پاک شدن از گناه دروغگویی و دشنام دیگران در وقت روزه و طعام برای مسکینان است. اگر در همان روز از خوردنی خود و عائله‌اش زیاده خوردنی داشته باشد زکات فطر می‌دهد. پس شرط نیست که مال معین شما به نصاب رسیده باشد و مقدار زکات فطر برای هر شخص 1 صاع است. 1 صاع از دانه ها و میوه هایی که مردم از آن استفاده میبرند به مثل خرما، برنج، نخود و غیره ها. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم به هر مسلمان زکات فطر را 1 صاع از خرما و یا جو به هر غلام و آزاد و مرد و زن و خرد و کلانسال فرض گرداندند. امر به آن شده است که باید زکات فطر را پیش از برآمدن به نماز عید داده شود، ولی هیچ باکی ندارد که آن را ما 1 روز و یا 2 روز پیش از عید بدهیم، یعنی شب 28م، زیرا گاه ماه رمضان 29 و یا 30 روز می شود و دادن زکات فطر بعد نماز عید جایز نیست و شخصی که زکات فطر را در روز عید می دهد گناهگار است مگر شخصانی که معذور هستند و قضای آن واجب می گردد. پس ما باید سعی کوشش کنیم تا نفسهای خود را پاک کرده اجر و ثواب بگیریم. الله سبحانه و تعالی فرمود ای کسانی که ایمان آوردید از آنچه به شما روزی دادیم خرج کنید پیش از آن که روز بیاید که در آن نه خرید و فروش هست و نه دوستی و نه شفاعت و همان کافران ظالمانند. سوره بقره آیه 254.